عجیب ترین پرواز تاریخ. در سال 2005 پرواز هلیوس به مقصد یونان بلند شد، ولی از یه جای به بعد مسیرش رو عوض کرد و شروع کرد به دایره چرخیدن. 2 تیم F-16 بهش نزدیک شدن تا داخل هواپیما رو ببینن، ولی چیزی که دیدن خیلی عجیب بود. مسافرها حرکت نمی‌کردن و خلبان‌ها بیهوش شده بودن. چه اتفاقی افتاده بود؟ در حین بلند شدن کابین هواپیما فشار خودش رو از دست داد و خلبان‌ها متوجه علت آلارم خطر نشده بودند. و همین مسئله باعث شده بود به علت کمبود اکسیژن مسافرها و خدمه بیهوش بشن. فقط یک نفر از خدمه پرواز به نام آندریاس پرومو که نامزدش هم در هواپیما بود بیهوش نشده بود. اون از جاش بلند شد و رفت جای خلبان نشست، ولی نه تجربه پرواز داشت و نه سوخت کافی برای پرواز. خیلی نگذشت که هر دو موتور هواپیما خاموش شد و هواپیما سقوط کرد. تمام 121 نفر مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند.